اینم از رپتور 2025 ما که 2 هفته پیش خریدیمش و بعد قبل از موقع خرید متوجه شدیم که زیر ماشین زنگ زدگی داشت. ماشین نو، ماشینی که تقریباً 2 ماه پیش ساخته شده، اینجوری که توی درشون تاریخ ساختش داره نشون میده. روی ویدیو قبلی فورد نشون دادم که اینا قسمت‌های زیر دفش زنگ میزد خیلی، ولی من خب خیلی کنجکاو شدم، گفتم یه ذره شروع کنیم این سینی‌های زیر ماشین رو باز کردن. امروز من به شغل شریف سینی بازکنی مشغول شدم و ببینید بچه‌ها ماشین نو، ماشینی که وقتی من خریدمش 15 مایل روش بود، انگار که سالها این سینی‌ها بیرون نشسته بوده یا با ماشین توش. نگاه کن اینجا این قسمتیه که موتور بالاش هست، یعنی آیا فکر کنی که اینا یه جایی نشسته بوده بیرون؟ بعد این سینی مقداری بزرگتر این وسطیه رو داره بردن. از زیرش که نگاه میکنی این چقدر تمیزه، خب ولی اون ورش انگار این سالها نشسته بوده بیرون، خاک جمع شده. مگه میشه همچی چیزی؟ من نمیفهمم. این همه خاک، این همه گله. و یه دونه دیگه سینی که دیروز در آوردم توی صفحه اینستاگرام گذاشتم، دوستان دیدم، بازی شیلد دیگه. فکر کردم مثلا این زیرش زخم شده، مثلا دیدید با ماشین میرید آف رود، ولی این ماشین آف رود نرفته آخه. نوعه متوجه نمیشم. من میخوام در بیارم همه و تمیز کنم. بریم زیرش هم نگاهی بریم که زیر رپتور هم نگاهی بندازیم. خب این سینی بزرگه مشکیه مال اینجاست. ببینید هر چیزی که آلومینیومه انگار یک غباری است، نمیدونم چرا اینجوریه. بعد فریم ماشین زنگ زدگی نداره، ولی این سینیه رو که بستن زنگ زدگی اون نشسته رو این. جالبه، میبینید؟ بعد میبینید باز جلویه سینی جلو، اینا یه اکسیده شدن قطعات آلومینیوم که اینجوری میشه. و بعد پیچا رو نگاه کن، خیلی جالبه. $100,000 پول ماشین میدی، بعد افتضاحست. بکنم با یه سنباده یه چیزی اینا رو بعد سنباده بزنم. بعد اینجا رو نگاه کن، فوق العاده است، فوق العاده است. آیا میارز آدم رو با فورد دعوا کنه؟ نه، همونجوری گفتم من این ماشین رو خریدم و چون متوجه شده بودم اینا که حالا همه بسته بود، من اصلا هیچ کدوم اینا رو ندیدم. من به خاطر اون قسمت زنگ زدگی عقبش که الانم خیلی تمیزتر شده یه تخفیفی ازشون گرفتیم اینجا رو. ولی خیلی جالبه، نگاه کنیم. مگه میشه یه ماشین نو اینقدر افتضاح باشه زیرش؟ خیلی جالب. مقدار اینا باید تمیز کنیم. ببینیم سرش میره سرش نمیره بیرون. هیچ شیلد های نگاه کن، هیچ شیلد دور اگزوز داره در کاغذ فویل آلومینیومی گذاشتن. میبینی؟ خیلی افتضاحست. دلم برای TRX تنگ شد، به این بدی نبود. این جلوهاش هم بد نیست خیلی. بچه خیلی افتضاحست. این انگار مثلا تو حیات خلوت خود مرحوم فورد از بعد از فوتشون نشسته بوده. من این BMW قدیمی ها رو که میخرم درستشون میکنم اینقدر مثل این گله. میدونی؟ واقعا این قطعات بیرون نشسته بوده. عجیبه، واقعا عجیبه. من تا همچین ماشین نو به خدا ندیده بود. گله. حالا باز خوبه این زنگ زدگی نره، ولی حالا فرض کنیم که این قطعات هم بیرون نشسته باشه، وقتی میان بذارن تو ماشین، یعنی اونا آدما نمیبینن، براشون مهم نیست. خیلی جالبه.
باز با درشت این هم پاک شد. من مسئلم سر اون پلیت های اونجاست. این که مثل این که چیز رنگ بهتر شد. یه دو بار دیگه بریم روش تمیز. ببینی خب این تمیز شد، ولی من موندم چرا این ماشین اگه واقعا سوار کامیون شده فرستادنش نمایندگی چجوری شاید تو کامیونه تو برف میومده اینا همجور پاشیده؟ امکان نداره آقا جان، امکان نداره. پس چطور زیرش تمیزه؟ حالا بریم ببینیم که این تمیز نمیشه، چون یکی رو من دیروز شستم اینجا و اینجا شد. فکر کنم باید بدم رنگش باشه، بگم همه رو بدم مشکی کنه. ها چی فکر میکنی؟ بذار اینو بذاریمش اینجا. حالا یا گالونایزه یا رنگش کرد. شاید فکر کنم مثلا اینا رو دوران کووید و اینا ساخته بودن، بعد ماشینا که درست نمیشد. نمیدونم بچه‌ها عجیبه برام چیزی. من یه بنز قدیمی 1970 و چند رو زیرش رو در آوردم، اینقدر عجیب غریب نبود، زنگ زدگی بود، ولی این یه چیزی پاشیده مثلا اسیری چیزیه نمیدونم. به خدا رفته بودم سقاخونه دعا کنم، هرچی کنه بودم واسه تو ادا کنم. دروغ نگو. میبینی نمیره. حالا نگاه کن این گوشن خورده این لعنتیه عجیبه به خدا بچه هم یوفه باحال خفن. این رنگش بگن شلتر گرین. شلتر یعنی پناهگاه، یعنی سبز پناهگاهیه. بعد ببینید تاریخ ساخت ماشینم اینجا زده 12/24، یعنی دقیقاً 2 ماه پیش. بعد با این بروس سینی ها اینو چیزش کردیم. این بروسه اقاسش بر نمیاد. از یه چیز قوی تری استفاده کنیم به اسم CLR که دقیقاً برای از بین بردن زنگ زدگی و اینا هستش. حالا متاسفانه اسپری ندارم که اسپریش کنم. اینجا یه ذره می‌ریزیم رو سطح اینجا. یه ذره بشینه اون کاری از پیش میبره یا نه. با بروس اینم صابوندیمش، ولی متاسفانه نتیجه‌ای حاصل نشد. امروز بنده به شغل شریف سینی بازکنی و سینی تمیز کنی خوش شدم. خیلی جالبه. همه زیرم بشینه یه ذره سپیدترش میکنه، ولی اینجوری که همه چیزا رو ببره نیست. چیزی بخره بعد بخواه بره زنگاشو پاک کنه. خیلی دیوونه ای مثل من، چون میدونم همشون اینجوریه بچه‌ها خوب، و چون برام سرم اومده سر چالنجره که ماشین زنگ زده رو بردیم. هنوز تو دوران گارانتی بود، 1.5 سال بعد که خریده بودیم گفتن آقا هیچ کاری مشکلی برای رانندگیتون پیش نمیاد. و بعدم میگم همشون همین جوریه، اگه مشکلی بود خب یکی دیگه آورده بود. اینی که میخوری وقت تلف کردنه. بعدم اگه بری اونجا خیلی بخوان لطفت کنن، مثلا میگم بیا ما زیرش سرامیک کد میزنیم، اینجوری کسی در نمیاره دونه دونه قطعاتو تمیز کنه. خب دیگه برای آدم وسواسی هم مثل من همینه که خودم اینا رو تمیزشون بکنم و احیانا ببرم بدم دوباره رنگ مثلا کوره‌ای چیزی بزنه، و یا همین رنگ یا مشکی. نه این درست چون نیست متاسفانه، این باید سندلاس بشه فکر کنم اینا در بیاد. یا بریم ببینیم این قطعه رو فورد میفروشه چنده، شاید ارزونتره اصلا یه قطعه نو بخریم، ولی یک کجا معلوم که قطعه نو هم که میاد زنگ زدگی نداشته باشه. ها نمیدونم بچه‌های عزیز.